سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیو دیگه شما رو شاد کنیم. در این قسمت شما رو میخوایم با یه ویدیو که چطور رمز و جیمیل درست کنیم. اول داخل تنظیمات یا سیتینگ میرین، بعد میای پایین از هر جا که دوست داشتید. من اشتباه شد، شما رو حساب ها و پشتیبان، بعد مدیریت حساب اولی رو میزنیم. خب بعد افزودن، بعد گوگل انتخاب میکنم. میستیم که بیاره ما رو. اینترنت ما یکم ضعیفه. اینجا برای هک اینجا کلیک میکنید، این روی این ایجاد حساب. کلیک میکنید برای خودم، ولی اینجا نامی میخواد. حتما من یکی انتخاب میکنم. جنسیت من پسرم، مذکر. سال همیشه باید اینو بزنی، اینم فرقی نمیکنه چی بنویسی. اینجا یه جیمیل میتونی خودت درست کنی، یکی هم من خودم درست میکنم. خب بنویسیم خب اینجا یک گذرواژه انتخاب میکنین. بعد که انتخاب کردین گذرواژه، بعد تایید میزنین. بعد حالا واسه من میورد میگه تایید شده است. بعد میای پایین موافقم. تمام، واسه من فعال شد. با یه ویدیو دیگه ازتون خداحافظی میکنم. ازتون میخوایم ما رو دنبال سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال بکنید تا با ویدیو دیگه در خبر باشید. خداحافظ.